درود به دوستان عزیز. من با اولین سری از آموزش‌های ساز ستار به سبک و سیاق خودم، حالا نمیدونم کسی این مدلی تدریس کرده یا نه. البته من که مدرس حرفه‌ای نیستم، ستارم به شکل خودآموز تو سالیان طولانی به خاطر علاقه که داشتم یاد گرفتم. حالا از کتاب‌های مختلفم استفاده کردم. برای این آموزش آهنگ مرغ سحر رو میخوام به اون شکلی که در واقع خودم مینوازم و به این شکل منحصر به فرد شاید تدریس کنم. امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره برای علاقه‌مندان. خیلی دوست دارم نشون بدم که آدم علاقه داشته باشه خودش میتونه در واقع، حالا تا اون مراحلی که قطعا توصیه به استفاده از کلاس حرفه‌ای پیش استاد خیلی خوب هست، ولی به هر حال روشی بوده که من خودم تا اینجا اومدم و لذت بخش بوده برام ساز ستار. امیدوارم اونایی که حالا فرصت نمیکنن در واقع کلاس برن یا دوست دارن خودشون به شکل مثل من خودآموز یاد بگیرن بتونن استفاده کنن از این ویدیو. من قسمتی که میخوام آموزش بدم سعی میکنم تو قسمت مختلف باشه که خیلی طولانی نشه تایم ویدیو. قسمت اول مرغ سحر که نوتش هم توی کتاب استاد زلفنون هست، میتونین جای دقیق نوتا رو در واقع تو کتاب ببینید. و حالا من بخش اولش رو سعی میکنم جزئی تر دقیقاً اتفاقی که رو ساز میفته رو بهتون نشون بدم. همین قسمت رو سعی میکنم به شکل خیلی آروم، حالا دستم کم کم سرعت رو بیارم پایین که ببینید به چه شکل هر دو دست چپ و راست روی ساز باید برای این آهنگ در واقع قرار بگیرن. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن آزی، روز بر کن. سل دو 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 دست باز هست در واقع این اول کار. من یه تنینم با این در واقع سیم بم میدم. سل داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن آزی، روز بر
دائم دستم در واقع رو سیم بم کار میکنه. کن از اول. این قسمت اول کلا دست راست بیشتر کار میکنه، فقط 2 تا نوت گرفته میشه، در واقع لا و سی گرفته میشه. البته از سیم بم هم باید به نحو احسن استفاده بشه دیگه. اینجا کار بیشتر با سیم اول، همون سیم 2 هست. یه دونه میایم سیم دوم سول، نوت سی، مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را، بر شکن زیر، بر شکن زیر روز بر کن.